ترفند شماره 1 که انگلیسیش میشه لینکینگ متد یا همون روش پیوند. یعنی چی؟ یعنی که شما برای به خاطر سپردن فهرست‌های طولانی و داستان‌های طولانی باید هر بخش از اون فهرست یا داستان یا اون اطلاعاتی که توی ذهنتون هست رو با یک داستان با هم دیگه وصل کنید. یعنی پیوند بدید اینا رو به هم. یعنی اگه می‌خواید دنباله‌ای از اعداد رو به خاطر بسپارید، هر عدد رو به یه تصویر یا یه رویدادی که به عدد بعدی مربوط میشه وصل کنید. این کار باعث میشه که توی ذهن شما تداعی‌هایی ایجاد بشه و حفظ کردن اون اعداد راحت‌تر بشه. حالا هرچی این پیوندهایی که شما به وجود میارید واضح‌تر و منطقی‌تر باشه، ذهن شما بهتر اون رو توی خودش نگه می‌داره. ببینید این روش یکی از قدرتمندترین روش‌های تقویت حافظه است. ترفند شماره 1 که انگلیسیش میشه لینکینگ متد یا همون روش پیوند. یعنی چی؟ یعنی که شما برای به خاطر سپردن فهرست‌های طولانی و داستان‌های طولانی باید هر بخش از اون فهرست یا داستان یا اون اطلاعاتی که توی ذهنتون هست رو با یک داستان با هم دیگه وصل کنید. یعنی پیوند بدید اینا رو به هم. یعنی اگه می‌خواید دنباله‌ای از اعداد رو به خاطر بسپارید، هر عدد رو به یه تصویر یا یه رویدادی که به عدد بعدی مربوط میشه وصل کنید. این کار باعث میشه که توی ذهن شما تداعی‌هایی ایجاد بشه و حفظ کردن اون اعداد راحت‌تر بشه. حالا هرچی این پیوندهایی که شما به وجود میارید واضح‌تر و منطقی‌تر باشه، ذهن شما بهتر اون رو توی خودش نگه می‌داره. ببینید این روش یکی از قدرتمندترین روش‌های تقویت حافظه است.